کجایی در اینستا یا تلگرام به دنیای مجازی میزنی گام؟ نمیدانی بلای جان همین است، شیاطین در همین ها در کمین است. شب و روزت شده چت یا تماشا، به هر جا میزنی سر بی محابا. گرفته از تو وقت و فرصت و کار، به خود معتاد کردست و گرفتار. ز طاعت مانده ای فرضت قضا شد، تلاوت های قرآنت کجا شد؟ سر شب تا سحر چت های آفت، نماز صبح قضا در خواب غفلت. از اینها بگذری صد نقص دیگر، از این دار مجازی میزند سر. عزیز من به اطرافت نگاه کن، کمی اندیشه بر این اشتباه کن. کجا شد جمع گرم خانواده، صمیمانه نشستنهای ساده؟ سرت پایین و چشمانت بگوشی، تو با بیگانه میخواهی بجوشی. پدر مادر دو مروارید کمیاب، ز بحرت مضطرب گردیده بیتاب. صدای هر پیام و رنج آنان، که میسوزاند از آنان دل و جان. بر این فرزند که در دار مجازی، گرفته زندگانی را به بازی. پریشانند خدایا عاقبت چیست، جوان ما چرا فکر خودش نیست؟ غم آنان فزون از جانب توست، تو در دار مجازی میده ای پست. چه گویم غافل از دنیای خیشی، گهی شاد و زمانی دل پریشی. نمیدانی که دنیای مجازی، ندارد از برایت سرفرازی. به جز گمراهی و جرم و تباهی، ندارد هیچ غیر از روسیاهی. اینستا و تلگرام را رها کن، نکردی گردران کار خدا کن. در آن تبلیغ دین و حرف دین زن، سخن قدری ز ایمان و یقین زن. که فردای قیامت کارت آید، به میزان اجر آن بسیارت آید.